دوستان، آموزش شلوار مولر رو براتون میخوام بذارم که ما برای شلوار راسته مولر چه اندازه هایی رو لازم داریم. ما برای شلوار مولر به دور کمر، دور باسن بزرگ، قد شلوار، دور زانو، دور مچ پا یا دمپامون احتیاج داریم و توی متد مولر ما بلندی های فاق رو اصلا در نظر نمیگیریم، حتی اندازش رو هم احتیاج نیست که بگیریم. ولی من توی آموزش اندازه گیریش حتما بهتون میگم که چطور بلندی فوق رو اندازه گیری کنید. اول از همه اولین ویدیومو میخوام با آموزش متد مولر شروع کنم. این کارم با خطکش اشل میخوام انجام بدم، یه اشل کوچیک انجام میدم و شما باید روی متر اندازه گیری کنید. ویدیو رو اول با دقت تماشا میکنید و بعدش شروع میکنیم به الگو کشیدن با متر. خب برای این کار ما نیاز داریم که 1/4 دور باسن و 1/4 دور کمر رو به دست بیاریم. دور باسن بزرگ ما 112 هستش که 1/4 میشه 28 سانت و دور کمرمون 84 که 1/4 21 سانت میشه. خب ما شروع میکنیم. میخوایم از شماره 1 به 2 1/4 دور باسن به علاوه 0 تا 3 حرکت کنیم. علامت بزنیم. پس شد 1/4 دور باسن به علاوه 0 تا 3. من میخوام همین 0 رو در نظر بگیرم، پس با 3 سانت کاری نداره که میشه همون 28 سانت. ما از شماره 1 28 سانت علامت میزنیم. اینم شماره 2. از شماره 1 به شماره 3 ما قد شلوارمون میخوایم. حالا قد شلوارمون دوست داریم هر چی که باشه. میخوایم حالا یه نمه کوتاه باشه، میخوایم بلند باشه، میخوام قد 90 باشه. خب ما اینجا قد شلوارمون 97 که حالا نمیخوام زیاد اشلمون بزرگ بشه، به خاطر همین من اندازه رو 60 70 یا دیگه 80 مجاز کنیم که حداقل خط زانوش به درستی بیفته. شماره 3 پس شد قد شلوار. از شماره 2 به 3 رو نصف میکنیم، به علاوه 1 میکنیم. خب ما خط 2 به 3 مون چند سانت میشه؟ میشه 51.5. حالا اینجا ما میکنیم 52. خب 52 رو از وسط که نصف کنیم چقدر میمونه؟ 26 سانت میمونه. اگه به علاوه 1 کنیم میشه 27 سانت. پس ما 27 سانت از شماره 3 میریم بالا. شماره 4 که این خطمون میشه خط زانو. 28 منهای 1 میشه 27 سانت. پس 5 به 6 میشه 27 سانت. خب این 5 27 سانت ما به جلو. شماره 6. خب از شماره 6 به 7 1/20 دور باسن به علاوه 1 یا 2. خب ما 1/20 دور باسنمون تقریبا میشد 5 و 6 که به علاوه 2 میکنیم فرض کنید 7 میشه، 7 و نیم میشه. 7 و نیم علامت میزنیم شماره 7. خب حالا تو اینجا ما میخوایم از شماره 5 تا 7 رو اندازه بگیریم و وسطش رو به دست بیاریم. از شماره 5 تا 7 34 سانته. 34 تقسیم بر 2 میشه 17 سانت. ما 17 سانت رو اینجا علامت میدیم. خب که این میشه خط اتوی ما. این خط اتوی ما. این قسمت از کادر 3 رو میبندیم چون دیگه تمومه کادرمون. این دمپاس. خب پس 5 به 7 مونم ما بستیم. اینم شماره. خب اینم می‌نویسیم خط اتو به این صورت. خب برای خط زانو
ما نیاز داریم به 1/4 خط زانو منهای نیم. خط زانومون 48 سانت بود. 48 تقسیم بر 4 میشه 12 سانت که اگه منهای نیم کنیم میشه 11.5. خط زانومون شماره 4 که نوشتیم خط زانو. میایم این خط رو یه خطی میکشیم اینجا. خب گفتیم 11.5 از قسمت زانو به دست اومد. 11.5 از خط وسط، خط اتو 11.5 سانت. به این ور ما میدیم 11.5 سانت، از این ور علامت میزنیم. نم 11.5. همینطور همین کار رو هم برای دمپامون میکنیم. دمپا 1/4 خط دمپا منهای نیم. دمپامون 40 سانت بود که تقسیم بر 4 بکنیم میشه 10 سانت، منهای نیم میشه 9.5 سانت. این قسمت بستگی به خودتون داره. اگه دوست دارین دمپاتون تنگتر باشه میتونید خب موقعی اندازه‌گیری تنگترش کنید، یا اگه میخواید گشادتر باشه موقعی اندازه‌گیری گشادترش میکنید. ما اینجا خواستیم 40 سانت بگیریم که تقسیم بر 4 میشه 10 سانت، منهای نیم میشه 9.5. 9.5 از این قسمت و 9.5 از این قسمت علامت میزنیم. از خط 1 من الان با مداد یه خط فرضی میکشم، یه خط فرضی صاف میکشم که یه ذره کج در من نصاف. خط فرضی صاف میکشم و از خط 6 هم یه خط صاف عمود میکشم به این خط فرضی که با مداد کشیدم. ما گفتیم که توی مولر ما بلندی فاق رو نمیگیم، پس این میشه تقریبا بلندی فاقمون که حالا اگه بخوایم نقاب بدیم من بهتون میگم که چند سانت میشه. خب حالا ما توی این قسمت از شماره 8 به شماره 9 که به این سمت میاد 1/4 دور کمر به علاوه 2 سانت میکنیم. خب دور کمرمون 1/4 دور کمر میشه 21 که به علاوه 2 میشه تقریبا 23. خب میشه 23 سانت. پس ما از این قسمت 23 سانت میایم داخل که میفته به این قسمت. این 23 سانت